سلام بچه، چه خبر؟ اومدیم با هم بریم. البته چند تا از این ساخته های خودم در ماینکرافت رو بریم با هم ببینیم. لطفا سابسکرایب یادتون نره، چنل ما رو همیشه داشته باشین. بزن بریم. خب، میریم داخل ماینکرافت. اول اینو براتون چیز میکنم، به کاتش میکنم که سریع بین معطل نشی. آره که منطل نشی. خب بچه ها فکر میکنین اینجا یه زمین خالیه دیگه، درسته؟ ولی سخت در اشتباهید. فکر میکنین مثلا گاو و گوسفند داره و 4 تا علف. نه، وقتی برمیگردی با چند تا عظمت یعنی با چند تا عظمت برکناری. و این ساخته ها من حدوداً 1 هفته حدوداً بالاش زمان گذاشتم، پاره شدم، جر خوردم که بتونم اینو بسازم. البته میرم الان داخلش هم بهتون نشون میدم که پشمای خودتون رو منو همه بدید. خب الان ما این برج میبینی اصلا عظمت داره تا فقط بالا. الکی یه نیست مثلا میگه ها بابا یه برج دیگه. نه، این برج واقعا خیلی براش زحمت کشیدم و بودن 1 هفته براش زحمت کشیدم. و اینی که میریم پایین همینجوری میریم پایین. خب فقط درا رو سمت راست رو نگاه کنین. ای بابا دستم خورد. میریم پایین. اینجا فقط یه چیز مشکل داری، اینجا رو باید بکنی، یک سولاخ کوچولو ایجاد میکنی. آره، برو که میری هنوز جا داری، میتونی بری پایین، بری پایین. قشنگ اینجا رو ببینیم بچه، درا رو ببینین که ببینین چقدر چند طبقه است. بودن 50 60 که نه بیشتر، 70 80 طبقه است. خب اینجا این طبقهش هم که نمیخواد بریم ببینیم طبقهاشو بعدا براتون میذارم. همه طبقهاشو براتون اسکرین شات میگیرن، چون همه طبقهاش یکی. آره نمیخواد همشون رو برات بذارم، چون یکی طبقهشو بذارم میگه همش معمولا یکی دیگه ساختن دیگه، همش یه مدت ساختن. ببینیم اینجا طبقه آخره. نه آره نه دیگه. اینجا طبقه امکفه. حالا بریم بیرون. طبقه امکفش رو بهتون نشون بدم که البته اینجا اوکی. و دیگه اینجوری بهتون بگم دیگه. بریم ساختار بعدی رو بهتون نشون بدم که این از برج آسکار، من اسمش گذاشتم آسکاریس. و این برج نمیدونم چیه، که فکر کنم برج میلاده. من بازم من این چیزا که من میسازم خودم اسمشو میذارم. این برج اسمش برج میلاد. و حالا میخوایم بریم اون قصر رو ببینیم. خب این قصر عظمت خیلی بزرگیه و خیلی خفنیه. قراره بریم ما هم ببینیم. خب میریم الان. اینجا الان درش نرسیدیم. خب میرسیم فعلا. اینجا هم که درش نیست فعلا، بعد بریم جلو. خب اینجا که نیست دیگه، از توش میتونیم ببینیم اینجا رو. ولی الان میریم در اصلیش بهتون نشون میدم. بعد خب بریم اینجا. خب الان اینجا درش اینجایه و واردش میشیم و بریم که با هم ببینیم دیگه. آره خب اینجا یک ساختار بزرگیه و واسه این ساختار خیلی زحمت کشیدم. و بریم بالا ببینیم چقدر دیگه ایلوستر گیر کرد. بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا. هر چی شما بری بالا تنه داره که این پوفیوز انقدر این بالای لامصه نکن. این سراغشو بریم تو ببینین، خیلی عظمت داره ناموسن. کاخ که هیچی، ساخه اینقدر ناموسن بزرگه. و بریم پایین ببینین چی گاده ناموسن. از اینجا بازی پیکسلی تا حالا من دیگه تشو داره بودم دیگه. ماینکرافت چیزی نداره بابا، بعد یکم عقلتو به کار بندازی ناموسن. خب میایم پایین. اول چیکار میکنیم؟ هیچی دیگه. الان بعد بریم بیرون، اگه نشونتون بدم. بعد بریم ساختار بیرونیشو ببینیم. خب ساختارهای دیگه‌شو ببینیم که با هم اونو خودم ساختم. یعنی یک پارک با آبی ساختم که پشماتون میریزه ناموسن. یک پارک آبی ساختم و ولش کن دیگه، در نمیخواد از در بریم. یک ساعت بزرگ از همینجا رو میشونیم شیشه رو، میریم بیرون. خب الان میریم یکم بالا. برو دیگه. الان میریم دنبال پارک آبی میگردیم، چون ناموسن کنار هم که نساختن دیگه. یکم فاصله دادم، چون اگه فاصله نمیدادم خیلی در هم میشد، نمیفهمیدین چی میشد. مثلا برج میلاد با این قصره که اسمش اون با اون برج آسکاریس اصلا خیلی فرق داشت. با اینم اسمش رو گذاشتم قصر شیطان. با قصر شیطان با پارک آبی و اون آسکاریس بازم نمیتونستن کنار هم باشن. خب من الان دنبال اون میگردم. کجا بود ناموسن؟ دقیقا کجا بود؟ الا پیداش کردم. خب الان بریم با یک سوری بخوریم ببینیم چه جوریه. فکر کنم همین باشه که وقتی مثلا میری چیز میکنی،
سرپاینی داشته باشه. فکر کنم همین باشه. خب واسین نه فکر نکنم این باشه. حالا بذار بریم. اینجا خیلی سرسره ساختم بودن. در 20 سرسره. بذار بریم کواسا. بریم الان نمیدونم این نیست فکر کنم. آره این نیست. حالا بذاریم ببینیم نه این نبود. خب بذاریم بریم اون سرسره رو بهتون یاد بدم که خیلی خفنه. نارنجی قرمز بود فکر کنم. آره بریم فعلا. آره پیداش کردم فعلا. این نارنجیه چی چیزیه خدا وکیلی. نارنجیه فقط سرپاینی داره فقط. نه بریم منتظرم فقط سرپاینی بشه ببینید چی میشه. اصلا چی کردیم. بذار رسیدیم سرپاینی. یا اول فصل نه که بچه چون بازی پیکسلیه مثلا مکم پیکسلیه مثلا نمیشه یک راست بریم پایین. بعد مثلا اینجوری تیکه میریم پایین و دقیقا همین رو مشکل خوردم. اگه نه کاری که نداشت برای من که قشنگ برم چیز کنم. خب بچه ها این هم از دختر ما بود دیگه خودتون میدونید و دیگه نمیدونم دیگه نظرشون با شما. نظر این کار من با شما دیگه. لطفا تو کامنت ها اینو به من بگین که مثلا خوب شده بد شده چی کار کردی بد کردی یا مثلا اشکال کار رو به من بگین و من بتونم مثلا اینو درست کنم و همین دیگه. بعد یک چیز دیگه بود فکر کنم بهتون نشون دادم نه واسه این برج میلاده که بهتون نشون دادم. فکر کنم نشون دادم نه واسه آره فکر کنم اینو بهتون نشون دادم. آره و این بود از این برج آسکاریس ما و قصر شیطان و پارک آبیمون و آسکاریس. فعلا 4 تا ساختم تا ویدیوی بعدی که مثلا کل چیزو براتون بسازم. کل مپ هر چی مپی دوست داشتین بچه‌ها تو کامنت ها من بگین. مثلا دوست دارین یک برج دیگه مثل این آسکاریس مثلا از این قصریایی هست تو فیلم ها که اینجوری قصریه میخوایم بسازم تو کامنت ها بگین. به عرض 2 روز براتون میسازم و ویدیوشو براتون میگیرم. فعلا لایک و سابسکرایب یادتون نره. گودبای.